کار عمیق. چطور در دنیای حواس پرتی متمرکز بمونی؟ تا حالا شده بخوای کاری انجام بدی، یه مقاله بنویسی، پروژت رو جلو ببری یا یه ایده رو بسازی، ولی فقط چند دقیقه بعد بی اختیار گوشیتو برمی‌داری نوتیفیکیشن چک کنی و بعد بفهمی نیم ساعت گذشته. ذهن دیگه نمیتونه تمرکز کنه. سلام به اعتیاد به حواس پرتی. در دنیایی که همه حواس پرتن، تمرکز کردن یعنی قدرت داشتن. بخش اول، دنیای حواس پرتی. ما توی دورانی زندگی میکنیم که توجه با ارزشترین دارایی ماست. اما شرکت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هر لحظه دارن برای رو بودن همین توجه می جنگن. هر نوتیفیکیشن، هر پیام، هر لایک یه تکه از تمرکز ما رو می دزده. و کم کم عادت میکنیم فقط سطحی فکر کنیم. این نوع زندگی کار سطحیه. یعنی کارهایی که تو رو خسته میکنن اما جلو نمیبرن. مثل پاسخ دادن به ایمیل ها، چرخیدن توی سوشال مدیا یا جلسات بی هدف. در ظاهر مشغولی اما در واقع در جا میزنی. در مقابل کار عمیق یعنی زمانی که ذهنت رو کامل متمرکز میکنی روی یه کار مهم بدون هیچ حواس پرتی. اونجاست که خلاقیت واقعی، یادگیری سریع و حس رضایت اتفاق میافته. توانایی کار عمیق همون چیزیه که در آینده آدم‌ها رو از هم جدا میکنه. عمیق کار کن. تمرکز یه مهارته، نه استعداد. و مثل هر مهارت دیگه‌ای باید تمرینش کنی. برای شروع باید محیط تمرکزت رو بسازی. یعنی جایی که ذهن بفهمه الان وقت کار عمیقه. مثلا موبایل بیرون از اتاق، نوتیفیکیشن ها خاموش، بازه زمانی مشخص مثل 9 تا 11 صبح. در این بازه فقط روی یک کار خاص تمرکز کن، بدون وقفه، بدون مولتی تاسک. وقتی مغزت مقاومت میکنه بدون که داری قوی تر میشی. وقتی مغزت مقاومت میکنه بدون داری قوی تر میشی. نمیتونی همزمان دنبال تمرکز و نوتیفیکیشن باشی. بخش سوم، بی‌حوصلگی رو بپذیر. ما عادت کردیم هر وقت یه لحظه بیکار میشیم سریع سراغ گوشی بریم. در صف، مترو، حتی قبل از خواب. اما مغز برای یادگیری عمیق نیاز به لحظه‌های بی‌حوصلگی داره. وقتی مدام در معرض محرک‌های جدیدی تمرکزت ضعیف میشه. روزی چند دقیقه هیچ کاری نکن. فقط بشین و فکر کن. وقتی حوصلت سر رفت تحملش کن. نرو سراغ گوشی. این کار مثل تمرین مدیتیشن برای مغز. هر بار که حوصلت سر میره و به جای چک کردن گوشی در اون حالت میمونی، داری عضله تمرکزت رو قوی میکنی. شبکه‌های اجتماعی رو آگاهانه مصرف کن. بیشتر مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن چون بقیه هم استفاده میکنن، نه چون بهش نیاز دارن. نویسنده یک آزمایش رو پیشنهاد میکنه. برای 30 روز همه شبکه‌های اجتماعی رو حذف کن. بعد ببین واقعاً چی رو از دست دادی. اگه حس کردی چیز مهمی از زندگیت کم شده برش گردون، اما آگاهانه، نه از سر عادت.
هدف این نیست که قطعا حذفشون کنی، بلکه بفهمی چه چیزی ارزش تمرکز تو رو داره. بخش 5، کارهای سطحی رو کم کن. کارهای سطحی همیشه هستن، ایمیل، تماس، کارهای روزمره. ولی اگه کنترلش نکنی تمام زمانت رو میبلعن. نیوپورت میگه باید براشون حد و مرز بذاری. فقط در ساعت مشخصی بهشون برسی. هر کاری که هدف خاصی نداره حذف کن و یاد بگیر نه بگی. چون هر نه به کار بی اهمیت یعنی بله به تمرکز و پیشرفت خودت. بخش پایانی، معنای کار عمیق. در نهایت کار عمیق فقط یه روش بهره‌وری نیست. یه فلسفه زندگیه. وقتی یاد میگیری تمرکز کنی آرومتر میشی، از کارهات لذت میبری و حس میکنی واقعا داری زندگی میکنی، نه فقط در حال دویدن از یه نوتیفیکیشن به نوتیفیکیشن دیگه ای. نیوپورت میگه عمق همون جاییه که معنا اتفاق میفته و شاید مهمترین جمله کتاب اینه: اگر یاد نگیری عمیق کار کنی محکوم به سطحی زیستن میشی. پس از خودت بپرس امروز چند دقیقه واقعا متمرکز بودی؟ چند بار وسط کارت گوشیت رو چک کردی؟ و اگر میتونستی همین تمرکز رو پس بگیری زندگیت چقدر فرق میکرد؟ تمرکز مهارتیه که باید از نو یاد بگیریم و وقتی یاد بگیری دنیا دوباره ساکت میشه و فقط صدای خودت رو میشنوی. پادکست کار عمیق بر اساس کتاب کال نیوپورت.